مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. این روزها گاف و سوتی تو صدا و سیما به صورت عجیب و غریب و زیاد رخ میده و این سوتی‌ها یه مقداری مثبت 18 شده و عجیب و غریب شده. البته چند ساعت پیشم توی شبکه تلویزیونی نسیم گویا یک تصویری پخش شده بود که امام و انقلاب و اسلام رو قشنگ جر داد و گذاشت کنار از این صحبت ها و خلاصه همه به جنب و جوش افتادن که آی بدبخت شدیم، امام و انقلاب و اسلام به خطر افتاد و کلیه عوامل ساخت یه برنامه رو توقیف کردن. دهنشون رو سرویس کردن به خاطر اینکه یه تیکه یه دختر پسر یه دونه بوسه عاشقانه به هم دیگه جلوی دوربین زده بودن و گفتن که یا ابوالفضل 4 ستون امام و انقلاب لرزید. همینطوری و خلاصه نگم براتون یه بوسه دختر پسر باعث شد که 7 جد آبادشون بیان معذرت خواهی بکنن. بله همچین چیزی. خلاصه ماجرام از این قرار بود که آتیش هم از دود این 3 نفر بلند میشه که اومده بودن و کارشون ساخت دوربین مخفی بوده. دوربین کار گذاشته بودن یه جایی داشتن دوربین مخفی ضبط میکردن، دست بر غذای دختر پسر رد میشن و جلوی دوربین یه ماچی همدیگه رو میکنن و این تو صدا و سیما پخش میشه. ببینیم که این گافه چی بوده. این بود. ببین تا الله یکم سرچ میکنم. تو بهمون خوش نمیگذره. اینجا که دوربین کار میکنه، اینجا این دختر و پسره از شانس بعد برنامه ساز میان و جلوی دوربین این نقطه. حالا من یه اسکرین خوبترم البته گرفتم که با کیفیت تر. اینجا 2 نفر اومدن و اصطلاحاً یه ماچ ریزی کردن. حالا آنچنان هم تصویرش کسی رو تحریک نمیکنه، ولی من فکر میکنم اون عواملی که توی صدا و سیما هستن و خصوصا تو بخش نظارت و خصوصا تو بخش سانسور هستن، نمیدونم یه کافوری چیزی به اینا بدید خواهشم بخوابه. هشتری اند عصبی. شما حساب بکنید تو مسابقات والیبال و چیزهای مختلف هم تصویر خانومای سرزمینمون و سایر خانومای بقیه کشورها علل خصوص برزیل و جای مختلف رو به محض اینکه دوربین میره روی اونا میگن یا ابوالفضل الان امام و انقلاب به خطر میفته. انگار مثلا مردم کف دستی آماده گلنار به دست اونجا منتظرن که فقط این تصاویر رو ببینن و اینها جلوی این اتفاقات رو میگیرن و دارن خیر و صلاح مردم رو میخوان. چون به حال مردم ممکنه که با این تصاویر به عمل گناه کف دستی دوچار بشن و اینا مردم رو آنچنان یقشون رو گرفتن گفتن که نه داداش ما میخوام شما رو بکوبیم تو بهشت، شما حق ندارین تصاویر رو ببینی، تو فران میکنی. یعنی بعد اینجور موقع شاعر میگه خدایا بس دیگه، خسته شدم، خدایا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه، خدایا بس دیگه. واقعا آدم این صحنه‌ها خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. تاثیر نه. خلاصه شبکه نسیم هم اومد بیانیه صادر کرد بابت این قضیه و گفت عذرخواهی شبکه نسیم از مخاطبانش پس از پخش یک سوتی. فکر کنید تو مملکت دلار میشه 60,000 تومان، یورو میشه 65,000 تومان. مردم تو فقر و بدبختی و گشنگی هن. یکی نمیاد عذرخواهی بکنه. یک کسی یه بوسه عاشقانه زده به یکی دیگه، اینا 4 ستون بدنشون لرزیده و 7 جد آبادشون اومده جلو چششون و شروع کردن معذرت خواهی کردن. معذرت خواهی کنید از مردم بابت افزایش قیمت گوشت، مرغ، کرایه خونه، نداشتن اشتغال، قیمت ماشین و سایر اتفاقات مختلف. یه گوشی موبایل تو ایران میارن 100 میلیون تومان. آقا 100 میلیون بخوره تو سرتون. حقوق مردم 4 میلیونه، 5 میلیونه. چقدر بعد کار کنه که این گوشی رو بتونه بخره؟ بابت اونا عذرخواهی نمی‌کنید. بابت اونا از مردم عذرخواهی نمی‌کنید، معذرت خواهی نمی‌کنید. بعد جالبه قیمت یه ماشینی که ببنده، حالا میخونم اینو، قیمت یه ماشینی که تو ایران
آشغال 50 میلیون هم نمیارزه میکننش 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد. بعد به مردم میگن که بابت دارایی‌هایی که شما دارید باید مالیات پرداخت بکنید. خودشون نمیتونن مملکت رو کنترل بکنن، با گرفتن مالیات و چیزهای مختلف میخوان سیستم مملکت رو درست بکنن. بعد مردم هم خر فرض کردن. دم عید یه مقدار قیمت یورو دلار رو آوردن پایین و مردم گفتن که سفر خوبی رو برای شما آرزومندیم در شب‌های عید. و بعدش الان ما داریم می‌بینیم که وضعیت قیمت یورو دلار داره به کجا میره و مطمئن باشید که قیمت مسکن امسال 40-50% افزایش پیدا خواهد کرد. خلاص اومد نوشته که بخش لحظه‌ای از رفتار یک زوج در برنامه دوربین مخفی 4 شگفت‌انگیز که من شنیدم بودجه‌شون هم هولوش 50 میلیارد تومان بوده برای ساخت همچین برنامه‌ای. شبکه نسیم رو مجبور به عذرخواهی کرد و اطلاعیه داده و گفته که بخش لحظه‌ای از رفتار یک زوج در شبکه نسیم هنگام عبور از مقابل دوربین صدا و سیما به یکی از چیشه اینستاگرام تبدیل شده، اصلا پربازدید منظورش بوده. رابط عمومی شبکه نسیم با انتشار اطلاعیه‌ای درباره اتفاقات پیش آمده در یکی از برنامه‌های تلویزیونی این شبکه عذرخواهی کرده و گفته که با آرزوی قبولی تئاتر و ارتباطات در پی رخداد پیش آمده در یکی از برنامه‌های این شبکه جهت تمیز کردن و تغییر افکار عمومی به اطلاع مردم میرسونن که بررسی‌های اولی نشون میده که خطای رخ داده نتیجه سهل‌انگاری تیم تولید برنامه و بی‌دقتی ناظران پخش بوده. وقتی می‌نویسه سهل‌انگاری تیم برنامه، احتمالاً تیم برنامه از خودشون بوده وگرنه تا الان 20 بار جرشون داده بودن و گذاشته بودنشون کنار، تو احتمالاً از خودشون بوده. و وقتی هم میاد میگه بی‌دقتی ناظران برنامه، احتمالاً ناظران برنامه از آقازاده و افراد پرنفوذ بودن و هم کشتی پشمی اومدن و شدن ناظر اون برنامه. احتمالاً مثلا باباشون تو قم یا جای دیگه سمت داشته، همین راحتی اینا چه جه دارم اینا رو اصلا قضیه رو جمع کنم و گفته که این شبکه خودش رو ملزم به عذرخواهی از ملت فهیم و شریف ایران و نیز بینندگان عزیز دانست و ضمن بررسی ابعاد کامل این اتفاق بانک زدن، گفته که برخورد قاطع با مسببان این سهل انگاری رو در دستور کار خود قرار داده که نتیجه آن به اعتراضتون خواهد رسید. یعنی میخوام شما بگم که تو مملکت واسه هیچ عذرخواهی نمیکنن و این واسه اینکه 90% مردم زیر خط فقرن عذرخواهی نمیکنن. زوج یعنی این حرکت در همه جای جهان قفل، حتی تو دیوونه خونه هاشون. البته این سوتی حالا جزئی ها، یه برنامه دیگه بوده به اسم کاری کارتون که از شبکه 1 پخش می شده. حالا این هم جالبه، این تیزر پایانیش این هم یکی از سوتی ها و گافای صدا و سیما بوده. این تیتراژ پایانی هم میتونید برید تو یوتیوب هم سرچ کنید کاری کارتون و تیتراژ پایانی رو ببینید. من فقط سوال دارم، این دقیقاً چیه اینجا؟ این وسط اینجا من خیلی برام سواله. حالا دورش هم اینجا دایره کشیدم، خواهشم بگید که اینا چیه. من چون مقداری سوادم ته کشیده، خواهشم در کامنت ها و در جای مختلف من بگید که اینا چی هستن. اوه مای گاد. دقیقاً. و اینا ببینید، خودتون یه بار دیگه دقت بکنید، این تصاویر رو تو تیتراژ میبینید. احتمالاً یه عکس آماده از اینترنت بوده، دانلود کردن و اینا داخلش بوده، چند تا هست و حالا گذاشتن. پایین هم هست بغل این عکس‌ها یه حالت قطرات هم هست اینجوری پاشیده و اینا. این هم هست، این پایین این ورش هم هست. حالا این هم در اینا خوبه، حالا دمشون گرم. البته قبلا هم سابقه داشته در کیش و جای دیگه هم ما شاهد این بودیم که در صدا و سیما یه سری تصاویر پخش شده و البته مردم خیلی هاشون زنگ زدن، مثلا تصاویر لب و ماچ و بوسه‌ای که اتفاق افتاده تو شبکه نسیم و جای دیگه، مردم زنگ زدن و به صدا و سیما گفتن که آقا تکرارش کی پخش میشه. یعنی واقعا علاقه مردم هم نشون میده. اما میخوام به شما بگم که دغدغه مسئولین و صدا و سیما به جای اینکه گرونی مردم باشه، به جای اینکه برن یقه مسئولین رو بگیرن که عذرخواهی بکنن، به جای اینکه برن یقه مسئولین رو بگیرن که آقا چه وضع مملکت داریه، دغدغه‌شون این میشه که بوسه یک زوج رو بردارن و بگن که آقا معذرت خواهی میکنیم و چه اینو
حرفی نمیمونه. مرسی که تا این لحظه با ما بودی. اگر دوست داشتی ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.